تا حالا به این فکر کردین که چرا بعضی از این پهپادها انگار مثل یه روح تو آسمون شناورن، کاملاً بی صدا، نرم، ولی بعضیای دیگه انگار یه ماشین لباسشویی خراب رو بستن به بال و فرستادن هوا. همش میلرزن و وزوز میکنن. این تفاوت فقط سر قیمت نیستها، داستان خیلی عمیق‌تر از این حرفاست. یه نبرد مهندسی پنهان این وسطه. خب این دقیقاً همون سوالیه که تو این تحلیل میخوایم بهش جواب بدیم. بیایم با هم یه شیرجه بزنیم به قلب این ماشینای پرنده و ببینیم راز این تفاوت بزرگ واقعاً چیه. آره، درست شنیدید. یه دشمن نامرئی. یه چیزی که مهندسی یه پهپاد حرفه‌ای رو از یه مدل آماتور جدا میکنه. دشمنی که با چشم دیده نمیشه، ولی صداش رو خیلی خوب میشه شنید و لرزشش رو هم حس کرد. خب وقتشه با این دشمن نامرئی آشنا بشیم. لرزش؟ آره، همین لرزش ساده. این مشکل اصلی و اساسیه که مهندسا باید شکستش بدن تا به اون پرواز بی‌نقص و رویایی برسن. خیلی ساده بخوام بگم، لرزش یعنی هر نوسان مکانیکی ناخواسته تو ساختار پهپاد، هر تکون کوچیکی که اصلا نباید اونجا باشه. همین لرزش منبع اصلی سر و صدا، خطای سنسورها و کلاً ناپایداری پروازه. یعنی ریشه همه مشکلاته. و اینجاست که یه دومینوی فاجعه بار شروع میشه. ببینید یه فریم ضعیف یا یه جوشکاری بد یه لرزش کوچیک ایجاد میکنه. این لرزش تو کل بدن پخش میشه. سنسورهای بیچاره همین لرزش رو با حرکت واقعی اشتباه میگیرن. بعدش کنترلر پرواز بر اساس این اطلاعات غلط دستورای اشتباهی صادر میکنه و نتیجه همین دستورای اشتباه لرزش و سر و صدای بیشتری تولید میکنن. یه چرخه معیوب و خطرناک. خب حالا که دشمن رو شناختیم، بریم سراغ اولین خط دفاعی، یعنی خود ساختار فیزیکی پهپاد، اسکلت اصلیش. اینجا دو تا فلسفه کاملا متفاوت رو میبینیم. سمت چپ یه فریم آلومینیومی جوشکاری شده رو داریم. مشکلش چیه؟ خب تو جذب لرزش خیلی ضعیفه و محلای جوشکاری خودشون نقاط تنش و ضعف به حساب میان. در نتیجه لرزش رو مثل یه سیم تلفن تو کل بدن منتقل میکنه. اما سمت راست یه فریم کامپوزیت فیبر کربونه. این یکی داستانش فرق میکنه. تو جذب لرزش عالیه چون یک پارچه است و هیچ نقطه تنشی نداره. در واقع لرزش رو تو خودش میگیره و خفه میکنه. انتخاب ماده از همون اول یه تصمیم حیاتیه. پس قضیه فقط فیبر کربن نیست ها، یه سیستم کامل از مواد پیشرفته در کاره. مثلا کامپوزیت‌های فیبر کربن که هم خیلی محکم و سبکن و هم لرزش رو عالی جذب میکنن، یا پلیمرهای مهندسی خاصی مثل PEK که برای پایه‌های سنسور استفاده میشن تا سنسورها رو از لرزش بدنی ایزوله کنن. حتی آلیاژهای پیشرفته آلومینیوم مثل سری 1075 که به جای جوشکاری از یه تیکه بلوک کامل تراشیده میشن تا هیچ نقطه ضعفی نداشته باشن. این یعنی یه ارکستر از مواد مختلف که با هم کار میکنن تا یه پایه محکم و بی‌لرزش بسازن. خب از بدنه ثابت که بگذریم میرسیم به قلب تپنده پهپاد، یعنی موتورها و کنترلرهاشون، منبع اصلی حرکت و البته منبع بالقوه لرزش. قلب یه پهپاد مدرن موتور براشلس دیسی هست. اینا واقعاً یه شاهکار مهندسی هن. به جای بروس‌های فیزیکی که سایده بشن و جرقه بزنن، از آهنربا و میدان‌های الکتریکی کنترل شده استفاده می‌کنن. نتیجه چیه؟ بازدهی فوق‌العاده بالا، یعنی حدود 85 تا 90%، لرزش خیلی خیلی کم و توانایی تغییر سرعت دقیق و آنی. دقیقاً همون چیزی که برای پرواز پایدار لازمه. ولی هر موتور براشلسی هم به درد هر کاری نمیخوره. اینجا تفاوت رو ببینید. یه پهپاد سینمایی که برای فیلمبرداری هدفش پایداری و سکوته. پس براش یه موتور با کیوی پایین انتخاب میکنن. کیوی پایین یعنی دور موتور کمتره ولی گشتاور بیشتره. این موتور با یه ملخ بزرگ و کارآمد جفت میشه تا یه پرواز نرم و بی‌لرزش داشته باشیم. در مقابل پهپاد مسابقه‌ای فقط سرعت و قدرت میخواد. پس موتورش کیوی بالا داره و ملخاش کوچیک و چابک. دو دنیای کاملا متفاوت. حالا بین مغز پهپاد و موتورها یه مترجم خیلی مهم وجود داره، ESC یا همون کنترلر سرعت الکترونیکی.
کار این قطعه اینه که دستورات مغز رو به زبون قابل فهم برای موتورها ترجمه کنه و بهشون برق برسونه. یه ESC با کیفیت این برق رو مثل یه موج سینوسی نرم و پیوسته به موتور میده. ولی یه ESC ارزون قیمت برق رو به صورت پالس‌های خشن و مقطعی میفرسته، انگار که داره به موتور لگد میزنه و همین لگدها خودشون یه منبع بزرگ لرزش هستن. خب تا اینجا از سخت افزار گفتیم. حالا بریم سراغ بخش حساس ماجرا. سیستم عصبی پهپاد، یعنی سنسورهاش. پهپاد چطوری دنیای اطرافش و حرکت خودش رو حس میکنه و مهمتر از اون، این حس چطوری میتونه فریب بخوره؟ ببینید، ژیروسکوپ‌های مدرن که بهشون میگن ممز خیلی جالب کار میکنن. داخل این تراشه کوچیک یه ساختار میکروسکوپی هست که دائما در حال لرزشه. حالا وقتی پهپاد میچرخه، یه پدیده‌ای به اسم اثر کوریولیس مسیر این لرزش میکروسکوپی رو یه ذره تغییر میده. این تغییر خیلی کوچیک به عنوان یه سیگنال الکتریکی اندازه‌گیری میشه و قدرت این سیگنال دقیقاً متناسب با سرعت چرخش پهپاده. این در واقع همون گوش داخلی و حس تعادل پهپاده. خب تا اینجاش که خیلی هوشمندانه به نظر میاد، اما یه سوال خیلی مهم پیش میاد. چی میشه اگه کل پهپاد به خاطر همون مشکلات فریم و موتور که گفتیم از قبل در حال لرزیدن باشه؟ و اینجاست که فاجعه اتفاق میفته. ژیروسکوپ بیچاره نمیتونه فرق بین چرخش واقعی پهپاد و اون لرزش‌های مزاحم رو تشخیص بده. از نظر اون همه چیز حرکته. در نتیجه اطلاعات کاملا غلطی به مغز پهپاد میفرسته و این میتونه منجر به خطاهای فاجعه بار تو کنترل پرواز بشه. اینجاست که میفهمیم چرا اون همه تاکید روی یه فریم و موتور پایدار انقدر حیاتیه. خب فریم رو ساختیم، موتورها رو درست انتخاب کردیم، سنسورها هم کار خودشون رو میکنن. حالا میرسیم به آخرین قطعه پازل، مغز متفکر ماجرا، یعنی نرم افزاری که باید با این همه هرج و مرج و نویز راه درست رو پیدا کنه. اینجاست که یه تکنیک خیلی هوشمندانه به اسم ترکیب حسگرها یا سنسور فیوژن وارد میشه. مغز پهپاد از یه الگوریتم پیشرفته مثل فیلتر کالمن استفاده میکنه. کارش چیه؟ به جای اینکه فقط به حرف ژیروسکوپ گوش بده، اطلاعات رو از چندین سنسور مختلف مثل GPS، شتاب سنج و ژیروسکوپ میگیره و اینا رو هوشمندانه با هم ترکیب میکنه. انگار که داره به شهادت چند نفر گوش میده تا یه تصویر واحد و خیلی خیلی دقیق از وضعیت واقعی پهپاد بسازه. و اگه بخوایم در مورد دقت حرف بزنیم، تفاوت رو اینجا ببینید. یه GPS استاندارد دقتی در حد 2 تا 5 متر داره، چون فقط به سیگنال‌های ماهواره‌ای متکیه. اما سیستم‌های حرفه‌ای از تکنولوژی RTK استفاده می‌کنن. این سیستم یه ایستگاه زمینی داره که خطاهای ماهواره‌ای رو در لحظه تصحیح می‌کنه و دقت رو به سطح سانتیمتر میرسونه. یه دقت باور نکردنی. اما یادتون باشه این دقت فوق‌العاده فقط وقتی به دست میاد که بقیه داده‌های سنسوری تمیز و بدون نویز لرزش باشن. و همه اینها ما رو به این جمله کلیدی میرسونه: نرم افزار نمیتونه فیزیک بد رو اصلاح کنه. نوآوری دقیق با یک فریم پایدار شروع میشه. این یعنی هر چقدر که نرم افزار شما هوشمند باشه، اگه سخت افزارتون از پایه ایراد داشته باشه و مدام لرزش تولید کنه، نرم افزار کار زیادی از دستش بر نمیاد. بهترین الگوریتم هم نمیتونن روی داده‌های آشغال نتیجه خوب بدن. خب، حالا که همه قطعات رو کنار هم چیدیم، برگردیم به سال اولمون. اون صدای وزوز آزاردهنده یا اون سکوت دلنشین از کجا میاد؟ اینجاست که همه چیز به هم وصل میشه. این سکوت در واقع آناتومی یه سیستم بی‌نقصه، یعنی یه فریم کامپوزیتی که لرزش رو تو خودش خفه میکنه. موتورهای براشلس که کاملاً بالانس شدن، ESC های پیشرفته‌ای که برق رو مثل یه موج نرم به موتورها میرسونن و ملق‌هایی که از نظر آیرودینامیکی کاملاً بهینه‌سازی شدن. وقتی همه اینها مکانیک، الکترونیک و نرم افزار مثل یه ارکستر هماهنگ با هم کار کنن، نتیجهش میشه سکوت. پس یادتون باشه اون سکوت فقط یه ویژگی لوکس نیست. اون سکوت مدرک شنیداری برتری مهندسیه. صداییه که به شما میگه تک تک اجزای این سیستم از کوچکترین پیچ تا پیچیده ترین الگوریتم کارشون رو درست انجام میدن. و در آخر میخوام این سوال رو برای شما بذارم. اگه سکوت صدای مهندسی خوبه، چه مشکلات نامرئی دیگه‌ای همین الان دور و بر ما داره حل شدن هستن؟
از گوشی که تو دستتونه تا ماشینی که سوارش میشین، چه شاهکارهای مهندسی دیگه‌ای دارن در سکوت دنیای ما رو بهتر میکنن.